27 ایون در جماعت آبردان نویه مشچو قابل خوجه قابلوف رهبر سابق دستگاه حکومت این نویه را به خاک سپاریدند. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد، قابل خوجه قابلوف در سن 64 از بیماری مانند به کرونا ویروس جان باخته است. استاد قابلوف یک شخصیت خیلی باابرو بودند. به گفته نزدیکانش هنگام دمگیری در دوشنبه گرفتار شده چندین روز در بیمارستان شهر خوجند طبابت می گرفت. صبح یک شنبه وقتی از عالم رفت مقامات دستور داده بودند که جنازه را به خانه نبرده راست به قبرستان برده گورانند، ولی خویش و تبار رحمتی اصرار کردند که دلمون نمی شود، می خواهیم تابوتش از خانه خودش براید. نقل کرد یکی از همصحبتان بامداد. قابل خوجه قابلوف را یک نفر خیلی بانفوذ و آبرومند در مسجد می شناسند. از او 5 فرزند به یادگار ماند که همش معلومات عالی دارند. قابل خوجه قابلوف دوم ماه سال 1957 در شهر دوشنبه به دنیا آمده مکتب میانه رقم 3 را در نویه مشچو و سال 1978 رشته راهسازی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس اقتصادچی ساحه نقلیات ختم کرده است. او سالهای 2003 2008 و 2013 رهبر دستگاه رئیس نویه بود. پس از نفقه رفتن رهبر شورای سابقه داران حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در نویه مشچو به دوش گرفته بود. همین طور روز 29 ایون در دهه اتفاق جماعت زرگر نویه کوشانیان مایور حامیجان استایف یک کارمند سابقه دار میلیسه وادی وخش را به خاک سپاریدند. ژورنالیست سیررحمان نظریف خبر داد که مایور استایف از بیماری التهاب شش وفات کرده است.